سلام. اگر یادتون باشه دیشب داخل استوری نظرسنجی گذاشتم و پرسیدم که دوست دارید براتون یه سری ویدیو آموزشی درست کنم. همونطور که میبینید همه 100% گفتن بله و خیلی هم داخل دایرکت استقبال کردن. پس منم بدون معطلی اولین ویدیو آموزشی رو براتون آماده کردم. میخوام امروز بهتون یاد بدم که چطوری بتونید مالیاتتون رو از طریق سایت اداره مالیات پرداخت بکنید. خب دو تا مسئله هستش که باید حتما رعایت بکنید. اولین مسئله اینه که پرداختتون رو از طریق PC انجام بدین، از طریق گوشی انجام ندین، چون رسپانسیو سایتش یه مقدار مشکل داره، ممکنه به مشکل بخورید. مورد دومم آخر ویدیو بهتون میگم. خب وارد سایت اداره مالیات میشیم. آدرس سایت رو داخل استوری و هایلایت آموزشی براتون قرار میدم. خب وارد که شدین سایت اول رو بزنید. وارد سایت که میشید چند تا گزینه براتون نمایش داده میشه که ردیف بالا از راست سومین گزینه رو بزنید. دوباره یه خونه جدید براتون باز میشه که از سمت چپ آخرین مورد رو انتخاب میکنیم. خب این قسمت که اومدید خب باید راندوتون توی این مرحله کنار دستتون باز باشه، چون یه شماره هست که بهش نیاز دارید. داخل راندوتون یه خونه هست به نام تحقق ادامه بیلگیلری. یه شماره اون پایینش نوشته که اون شماره رو باید کپی بکنید و تو این قسمت پیستش بکنید. خب کد امنیتی رو وارد میکنیم و سورگولا رو میزنیم. تو این قسمت که اومدین کاملا کنترل بکنید که همه مشخصات و مواردی که نوشته شده درست باشه. اسم فامیلیتون، تاریخ و همه چی رو کنترل بکنید درست باشه. گزینه اول مبلغی است که بابت کارت باید پرداخت بکنید و گزینه دوم هم مبلغ مالیات خاکتون هستش، اونم کنترل کنید که درست باشه. خب حالا اینا رو که کنترل کردین گزینه اودر میزنیم، میریم برای پرداخت. اینجا هم که خب مشخصه دیگه، اونجا بالا مبلغ رو نوشته که چقدر باید باشه. تو قسمت پایین نوع کارتتون رو مشخص میکنین، بعد شماره کارتتون رو میزنید، اسم صاحب کارت رو مینویسین و تاریخ انقضای کارتتون رو در آخر هم CVV2. خب حالا این نکته دوم چیه؟ این مرحله پرداخت رو که انجام بدین تایید رو بزنین یه فایل PDF بهتون میده که خیلی دقت کنید فایل PDF همون لحظه باید دانلودش بکنین، چون نمیتونید ببندید حالا برید بعداً دانلود کنید. اگر ببندید دوباره اون فایل براتون نمایش داده نمیشه و ممکنه به مشکل بخورید. فایل داخل سیستمتون ذخیره بکنید که روز مصاحبه باید پرینت پرداخت رو با خودتون ببرید. لایک و سیو و اشتراک گذاری یادتون نره و تا ویدیوی آموزشی بعدی.